بیاییم با همین کلمه رو بخونیم. knitting knitting knitting. No. KN از دسته اون دو حرفیایی هستن که در واقع همه کارا رو انجام میده و کی من همیشه به بچه ها میگم وقتی که با n میاد اول کلمه میاد مثل ناب، نایت، ناکل در واقع یه سایلنت لتریه که یه خورده خجالتیه، یعنی شایع و نمیتونه تنها بیاد، سکوت داره اما دوست داره یه حرفی حتما کنارش باشه. قضیه که در زمانهای قدیم و اولد انگلیش یه کسی میدونم که یعنی یه کسایی این کلمه رو کنیت میخوندن که over the time خب گذشته و یواش یواش به خاطر راحتی شده نایت. از این دو حرفی ها که حرف دوم در واقع کار اصلی رو انجام میده و اولیه سایلنت و شایع، یک فامیلی وجود داره که دونه دونه بهش میپردازیم. پس اینجوری میتونیم به بچه ها خوب یاد بدیم که هم خجالتی هن هم ساکتن، فقط میان تو مهمونی با یه کسی باشن، حضور داشته باشن اما حرفی نمیزنن.